ولاگ رفتن به اصفهان. صبح زود پا شدیم، وسایل رو جمع کردیم، زدیم به دل جاده. این سفر بر ما یهویی پیش اومد. ما قرار نبود اصلا بریم اصفهان، ما قرار بود بریم قشم، ولی خب شرایط اینجوری پیش اومد که بلیط گیرمون نیومد برای قشم و برنامه سفر رو عوض کردیم به اصفهان. اینجا هم نوشته که ما تقریبا 3 ساعت و نیم دیگه میرسیم. قومم رد کردیم و اینجا هم گفتم یه ذره از خودمون فیلم بگیرم. کاشانم رد کردیم. 285 کیلومتر هم به اصفهان مونده بود. زدیم بغل که یه چایی بخوریم. از نطنز هم رد شدیم. دوراهی اصفهان یزدم رد کردیم و بالاخره وارد شهر قشنگ اصفهان شدیم. اینجا هتل چهارباغ اصفهانه که ما برای 2 شب اقامت رزروش کرده بودیم تا اصفهان زیبا رو ببینیم. خوبی این هتل این بود که اطراف میدون شاه و 40 ستون و 33 پل بود. یه تفسین خیلی خوشگلم چیده بوده. تا رسیدیم هتل تصمیم گرفتیم که یه چیزی بخوریم چون خیلی گشنمون بود. اینم خورشت اوناست که تو اصفهان معروفه. البته یه دسر. خورشت اوناست. اینم بریونی، معروف ترین غذای اصفهان. واقعا غذای سنگینی بود. رفتیم که اتاقو تحویل بگیریم. اتاقو تحویل گرفتیم. امکانات خیلی خوبی داشت. من که عاشق اون نقاشی بالای تخت شده بودم. اینجا من و فرهادی. تاریخ سفر ما 26 تا 28 اسفند ماه بود و چون قبل از عید نوروز بود همه جا خلوت بود. بعد از اینکه استراحت کردیم تصمیم گرفتیم بریم بزرگترین پاساژ اصفهان، سیتی سنتر یا قلب شهر. توی هایپر استارش یه فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی داشت که کپ ایران مال بود. یکم از محیط داخلیش فیلم گرفتم تا ببینید چه جوریه. قیمتش نسبت به تهران بعضی مانتوهاش قیمتش برابری میکرد ولی بعضی مانتوهاش واقعا گرونتر از تهران بود. خب البته تهران بورس لباس و به لباس معروفه. برگشتیم هتل، گشنمون شده بود، رفتیم کافه هتل. غذامونم خوردیم، تصمیم گرفتیم یه لباس گرمتر بپوشیم. 33 پل نزدیک هتل بود و ما باید لباس گرم میپوشیدیم که بتونیم پیاده روی کنیم. شباش واقعا زنده بود. همه مغازه ها باز بود. ما پیاده روی کردیم تا رسیدیم به 33 پل. اینم 33 پل زیبا که واقعا تو شب خوشگل بود با اون نورای نارنجیش. حیف که زاینده رود خوش شده. ما ساعت 12 نصف شب رفتیم. توصیه نمیکنم بدون حضور یه آقا اون ساعت اونجا برید. خدایی شبش خیلی قشنگه. حتما باید دیدن 33 پل شب برید. صبح روز بعدم از صبحونه سلف هتل استفاده کردیم و رفتیم که یه روز شلوغ رو شروع بکنیم. به سمت میدون نقش جهان یا میدون شاه یا میدون امام حرکت کردیم. میدون نقش جهان. دور میدون نقش جهان چند تا عکاس با دوربین عکاسی حرفه‌ای وجود داره که در صورت تمایل ازتون عکس میندازه و فایل‌ها رو بهتون تحویل میده. اینم مسجد شاه که من عاشق این گنبدشم. کلی هم باش عکس گرفتم. نمای داخلی مسجد شاه. خدا وکیلی سقف رو ببین چقدر خوشگله آخه. چقدر قشنگ معماری ایران. اینم همون نقطه‌ای که صدا خیلی میپیچه. چه دست بزنی چه آواز بخونی. وارد بازار شدیم که واقعا سنتی و زیبا بود. چشم نواز. دوست داشتی ساعت‌ها بگردی و فقط تماشا کنی. اینم هدیه خانوم که وسط بازار ذوق بنک شده بود. فرهاد پیشنهاد داد که درشکه سوار شیم. البته اونجا ماشینای کوچولویی هم وجود داشت که میتونستی سوار اونا بشی و بگردی، ولی خب درشکه یه حال دیگه ای داره.
عمارت عالی قاپو هم که همون دور بود رفتیم سر زدیم. یه عالمه پله رو رد کردیم تا به همچین منظره زیبایی برسیم که از اون بالا کل میدون نقش جهان زیر پامون بود. از بازار نقش جهان سوغاتی عزیزانمون هم گرفتیم گز. برای نهار اون روز رفتیم رستوران هتل عباسی. غذاش خوب بود واقعا، ولی غذای رستوران هتل خودمون یه پله بهتر. نهار رو که خوردیم خیلی خسته شدیم، رفتیم استراحت کردیم و تصمیم گرفتیم شب بریم بیرون. رفتیم سمت کلیسای وانک، ولی متاسفانه ساعت کاریش تا 5 بعد از ظهر بود و تصمیم گرفتیم فردا بهش یه سری بزنیم چون گفته بودن خیلی خوشگله. گل برای گل. صبح روز بعد حاضر شدیم رفتیم که صبحونه بخوریم. فرهاد سر صبحونه پیشنهاد داد که علاوه بر کلیسای وانک 40 ستون هم بریم ببینیم. 40 ستون در واقع 20 تا ستون داره که نقشش توی آب میفته و تبدیل میشه به 40 تا ستون که البته این جابی وجود نداشت. دفعه پیش که من اصفهان اومده بودم نتونسته بودم این 40 ستون رو ببینم. ویدیوشو گذاشتم که ببینید چقدر داخلش زیباه و دفعه پیش من چه چیزی رو از دست داده بودم. کاخ 40 ستون بالغ بر 67,000 متر مربع مساحت داره و در دوره شاه عباس یکم در دوره صفویه احداث شده. نوبتی هم باشه دیگه نوبت کلیسای وانک. بهمون گفتن تا ساعت 2:30 یه مراسمی داخل کلیسا هست که نمیتونیم بریم، بر هم یه چرخ اون اطراف زدیم. داخل کافه سیمون که همون اطراف بود ناهارمون رو خوردیم و رفتیم. بالاخره طلسم شکسته شد و ما وارد کلیسای وانک شدیم. داخل کلیسا یه سری لباسای خیلی خوشگلی وجود داشت و وسایل قدیمی که برای کلیسا بود و حتی یه لباس عروس داماد قدیمی هم بود که من با دیدن چشم اکلیلی شده بود. و بالاخره داخل کلیسا دادم عالی بود، فوق‌العاده بود. چه نقشی، چه رنگی، چه رنگایی، واقعا چه گنبدی. خیلی زیبا بود، خیلی خیلی زیبا بود، سیر نمی شدم ازش. بلافاصله بعد از دیدن کلیسای وانک زدیم تو دل جاده و راه افتادیم سمت تهران. اینم خلاصه سفر من به اصفهان. امیدوارم دوستش داشته باشید. مچ بهتون.